در سال 1330 هجری شمسی در کلور خلخال پا به عرصه اصلی گذاشت. در کودکی به همراه خانواده به تالش مهاجرت کرد. در ابتدای جوانی برای ادامه زندگی راهی تهران می‌شود. در انجمن‌های شعر و ادب تهران حضور می‌یابد و در سال 1353 در نشریه پرطرفدار آن روزهای تهران یعنی فردوسی جزو 10 شاعر برتر معرفی می‌گردد. سپس در اداره فرهنگ و هنر گیلان استخدام می‌شود و دوباره به تالش باز می‌گردد. طی سال‌های 53 تا 55 برنامه رادیویی سیری در تالش را رهبری می‌کند، دورانی که رادیو پای خود را در منازل تالشان این سوی آن سوی مرز باز نموده است. طرحی بردم رادیو تلویزیون اون موقع، گفتم آقا من برای این طرح برنامه میخوام بنویسم. شما برو 2 تا برنامه آماده برای رادیو، آره برای ضبط بنویس. اومدم 2 تا برنامه آماده برای ضبط، یعنی 2 تا گوینده اونجا بشینن، یعنی کسی نبود کمکت کنه؟ هیچ کس، اصلا کسی وجود نداشت. اصلا من بی این که با رادیو کار کرده باشم تکست نوشتم برای برنامه، از ابتکارات خودم بود. اصلا نشستم گفتم یه گوینده زن دارم یه گوینده مرد، اینا باید بخونم. من به همون صورت تنظیم کردم مطالب متنوع با نام سیری در تالش بردم تحویل رادیو دادم. رادیو داد تهران گفت که فوراً جواب داد، گفت برنامه خیلی خوبیه، بهش هفته نیم ساعت. سالها قبل از انتشار اولین کتاب خود در حوزه تاله‌شناسی، با انتشار اشعار، مطالب و مقالاتی در نشریاتی چون اطلاعات، فردوسی، دامون و بسیاری از نشریات استان گیلان خود را به عنوان یک جوان اهل قلم به جامعه معرفی کرده بود. اما بعدها با کتاب‌های چون تالشی‌ها کیستن در بین اهل تحقیق گیلان و خصوصا در بین تالشان به شهرت رسید. تالش را قومی بزرگ و تاثیرگذار در طول تاریخ می‌داند و میگوید تالش ستونی از عمارت بزرگ تمدن ایران و تلاش 50 ساله‌اش در تالش شناسی تلاش در راه حفظ این ستون است. یعنی اولین قومیت ها، اولین مردمانی که در این فلات ایران یا نجد ایران زندگی میکردن در 12 تا بودن. یکیشون هم تالش بود. تالش بخشی از دولت ماد بود، بعد از اون شد بخشی از کشور آتروپاتنی شد و خود ما آتروپاتنی، ما نه از جایی اومده ایم نه نام ما را عوض کردن، ما خودمون آتروپاتنیم. برای پژوهش‌های مردم شناسانه خود خون دلها خورد، سفرها کرد و کتاب‌ها نوشت. شروع کردم به گشتن توی کتاب‌ها. ببین یه وقت هست که شما میدونی یه لیستی تو دستت هست، در کتاب مثلا فلان تاریخ ماد طرح‌هایی از تالش زده شده، خب میری اون کتاب پیدا می‌کنی، ولی اون موقع نبود. من باید همه این کتابا را ورق می‌زدم. اینترنت و این مسائل اینا هم که نه، من باید همه این کتابا را ورق می‌زدم. من هزارها کتاب را نگاه کردم. تو کتابخانه‌ها می‌نشستم، یادم رفت اصلا نهار خوردم، غروب داره. این پژوهشگر توانای تاریخ و فرهنگ تالش با پشتکاری مثال زدنی دست به کارهای بزرگی زد که ارمغان و نزدیک به 25 عنوان کتاب افزون بر 100 مقاله در تاریخ و فرهنگ و ادب تالش است. دستاورد او چندین نظریه منحصر به فرد دارد، از قبیل اینکه تالشی زبان است نگویش، تالش زادگاه زرتشت است. هر کسی که تو این حوزه جغرافیایی ساکن بود من همون حرفا میزدم. من وقتی میبینم منابع 2500 سال پیش داره اسم محل زرتشت رو به من میگه و رودخانه‌ای که از کنارش رد میشده اسمشو داره به من میگه، اون کوهی که زرتشت میره اونجا مناجات میکرد و داره به من میگه و اونا همین الان هم هستن. وقتی میبینم میگن طایفه زرتشت فلان بوده اسمش فلان بوده، من میبینم همون طایفه الان هم هست. امروزه بدون استثناء در تالش گیلان، ایران و حتی خارج از ایران هیچ کسی را نمیتوانید بیابید راجع به قوم و فرهنگ تالش بخواهد به مطلبی دسترسی پیدا کند و بدون آثار علی عبدلی بتواند به آنها برسد. رد پایی که او از خود به جا گذاشته است بی تردید نام او را جاودانه خواهد ساخت.
به پاس این کوشش‌ها موفق به دریافت دکترای افتخاری از آکادمی ملی جمهوری آذربایجان، جایزه ادبی دکتر معین از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، جایزه پژوهشگر برتر کشوری از سازمان صدا و سیما، لوح تقدیر نخبه فرهنگی پیشکسوت از استانداری گیلان و مدال علمی از دانشگاه دولتی ارمنستان یعنی است. حقیقت این است که دکتر عبدلی آغازگر راهی بوده که منجر به بیداری نسبی تالشان انجامید است و جنبش تالش‌شناسی را او شروع نمود و اکنون تلاش‌های او مرجعی برای خود دانشگاهیان و جستجوگران حوزه تالش‌شناسی به مردم است. بخش بزرگی از آگاهی و اطلاع از تالشان آن سوی مرز و آثار منتشر شده آنان پس از فروپاشی شوروی مرهون زحمات دکتر عبدلی بوده که با ترجمه کتاب و مقالات و انتشار اشعار تالشان آن دیار به این امر مهم مبادرت ورزید. این کار باعث شد تالشان دو سوی مرز پس از حدود 200 سال جدایی با یکدیگر دیدار نموده و از اوضاع و احوال همدیگر باخبر شوند. ایشان جزء اولین کسانی است که قدم در راه شناخت و شناساندن تالش گذاشته است و از جمله معدود کسانی است که وقت و عمرش را از سپیده دم جوانی تاکنون به طور ویژه در این راه صرف کرده است. با این حال بعد از 50 سال تلاش در این مسیر پرفراز و نشیب و فداکاری‌ها اکنون با دستانی لرزان و دست و پنجه درد کردن با غول سرطان میگوید اینقدر تنگ نظرانه رفتار میکنی؟ چون اینقدر تنگ؟ من از شما چیزی نخواستم. مثلا من الان تمام زندگیمو تو همین راه گذاشتم. بچه‌های من با محرومیت بزرگ شدن. من هیچ کاری براشون نکردم. الان هم که مثلا من مریضم، روزی باید یه قرصی دارم، ماه 500,000 تومان هر یه دونه قرصشون میخرم. با کدوم درآمد؟ از هیچ جا هم که نمیگیرم. هیچ درآمد منبع درآمد هیچی. بچه‌ها کمک نکنن. کتابا به چه صورت فروش شما بازنشسته جایی نیست؟ نه، بازخرید شدم. سوالی بود که یاری هم می‌خواست بپرسه اگر دوباره به عقب برگردین همین مسیر رو اگر شرایط چنین باشه نه. من الان به من بگن که بزرگترین کتابخانه رو داری کنیم بیا روزی اونجا بشین، از این طرف به من بگن که بیا اندیکاتور این شرکت ما باش اینجا بشین بنویس ما اینقدر بهت میدیم، من دنبال اون میرم. چون الان که دارم احساس میکنم حرف اول رو نون میزنه دیگه نمیدونم. ولی خب شرایط اگر بله اجازه بده، مثلا موقع که تازه شروع کرده بودم همه جا خریدار داشتم، همه جا من حق زمینه میدادن، زندگی راحت میگذشت، خب معلومه من رامو ادامه میدم. بودم اینقدر منو قدر میدونستن، الان هیچ کس نمیپرسه حالشون چیه. باشد که قضاوت برخورد با چنین بزرگانی بماند برای تاریخ. تو تنی